سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. طالبان در دره پنجشیر خانه سفیر افغانستان در دوشنبه را آتش زدند. در شهر خاروغ مهمانخانه سرین بنیاد آقاخان را دولتی کردند. در پتربورگ یک تاجیک کثیر تاجیک سوپرمارکت را پرانده است. ایشان سید مطهر سرخطیب مجلس نو 100 میلیون دلار کیست؟ در شهر شیراز ایران دهها مغازه مهاجران افغان را بستند. بازداشت عمک برای لطکوب بیرحمانه فرزند خردسال برادرش. و اکنون تفصیلات خبرها. پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، روز 9 ایون سال 2023 با تکیه به دست کم 4 منبع آگاه از ماموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان و بنیاد آقاخان خبر داد که مهمانخانه سرین در شهر خاروغ مرکز این ولایت که قبلا به بنیاد آقاخان قرار داشت فعلا الکی در دست حکومت ولایت قرار دارد. دست کم 4 منبع آگاه از ماموریت ولایت مختار کوهستان بدخشان و بنیاد آقاخان خبر را تصدیق کردند. سبب چنین تصمیم را این منبع‌ها گویا در وقتش نادرست خصوصی گردانده شدن این انشاءات را نام بردند. در حال حاضر این بنا به یک صاحبکار به نام علیشیر که زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده در ولایت سوق زندگی میکند داده شده است، گفته می شود در خبر پامیر دیلی نیوز. مقامات رسمی این منطقه مختار واقع در شرق تاجیکستان و دیگر نهادهای رسمی جمهوری تا کنون خبری به فایده دولت مصادره شدن این مهمانخانه مربوط به آقاخان را شرح ندادند. مهمانخانه خرد سرین در یک موضع کوهی در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر شده با سبک خانه پامیری زینت داده شده است. این مهمانخانه برای سیاحان سرشماری که به تماشای پامیر میآیند، همچنین برای گذراندن توی‌ها و جمامت‌ها یک مکان جذاب به شمار می رود. مهمانخانه سرین به شبکه شرکت شویچاری سرین توریسم پروموشن سرویس SA بود. این شرکت به بنیاد رشد اقتصادی آقاخان تعلق داشت. سرین توریسم پروموشن سرویس مالک برند سرین بوده. شبکه مهمانخانه ها را با این نام و برند در چندین کشور در گوشه های گوناگون دنیا از جمله در افریقای شرقی، کنیا، تانزانیا، زنزبار، رواندا، کنگو و اوگاندا، در کشورهای دیگر افریقایی، موزامبیک و همچنین در آسیای جنوبی و مرکزی، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان اداره می کند. شاهزاده کریم آقاخان چهارم که 85 سال دارد، رهبر روحانی اسماعیلی های تمام جهان از جمله اکثر ساکنان و زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان می باشد. آقاخان همچنین توسط ساختارهای خود چندین بنیاد بزرگ کمک‌های خیریه، نهادهای تعلیمی و آموزشی و تجارت‌های زیادی را رهبری می‌کند. ساختارهای آقاخان در تاجیکستان از جمله تجارت‌های بزرگ چون شرکت مبیلی اتصال، اولین بانک مالیوی خرد، نیروگاه پامیر یک و مهمانخانه سرین در دوشنبه و خاروغ اداره می‌کنند. مهمانخانه سرین اگر خبر دولتی کردنش تصدیق شود، از شمار مؤسسه‌های تجارتی آقاخان کم شده الکی 2.5 انشاءات بنیاد آقاخان است که از جانب مقامات تاجیکستان پس گرفته می شود. ماه آگوست سال 2022 خبر آمده بود که پارک شهر خاروغ را که قریب 20 سال باز در اختیار بنیاد آقاخان قرار داشت نیز به فایده دولت مصادره کردند. تا یک سال گذشته بعد سرکوب اعتراضها در بدخشان، ساختارهای گوناگون مربوط به آقاخان در این ولایت مختار در عموم در تاجیکستان به فشار جدی از جانب مقامات دچار شدند و در پی پارک خاروغ و مهمانخانه سرین در مرکز بدخشان خوف دولتی کردن دیگر ساختارهای تجارتی آقاخان در تاجیکستان نیز وجود دارد. مقامات طالبان شام 11 ایون سال 2023 در دره پنجشیر خانه محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان را آتش زدند. این خانه از زمان سقوط دره پنجشیر با دست طالبان در ماه سپتامبر سال 2021 از سوی این گروه تندرو به قرارگاه نظامی تبدیل داده شده. در آن قریب 2 سال باز یک فرمانده طالب از قندهار به نام سیاد همراه افرادش به سر می برد. محمد ظاهر اغبر با تصدیق این خبر روز 12 ایون به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان گفت سوختار در خانه او در دهه
پایوشت ولسوالی روخه ولایت پنجشیر نزدیکی ساعت 6 عصر روز 11 ایون شروع شده تا به حال ادامه دارد. این همان منزل میروسی پدرم است که سال 1998 بنده با $4,500 کمک احمدشاه مسعود در زمان مقاومت اول از طریق اشر ساخته بودیم. خانه ممکن است در آتش سوخته شود اما روح و اراده ما سوختنی نیست، گفت سفیر افغانستان. ژنرال اکبر گفت بزرگترین دارایی اون خانه یک باشگاه ورزشی است که برای مشق بدن خود و نزدیکان و همسایگان ساخته بود. نمیدونم در این سالهای اخیر از آن باشگاه استفاده شده باشد یا خیر، اما خانه همه ما در افغانستان امروز در آتش جهل و ستم می سوزد. طالبان باید بدانند که خانه ها را می توان سوزاند اما رویه مقاومت در برابر ظلم و تروریسم شکست ناپذیر است، گفته است سفیر افغانستان. این یگانه مورد آتش زدن خانه چهره های مخالف طالبان در پنجشیر نیست. ماه ینور سال روان خانه فضل محمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین و از رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در همان دهه پیوشت ولسوالی رخه در خبت سیومش یک کتابخانه بزرگ داشت به آتش کشیده شد. سپوتنیک می نویسد در هر دو مورد طالبان نگذاشتند که مردم آتش را خاموش کنند. محمد ظاهر اکبر رژیم نو طالبان را نپذیرفت و در پی فرار پرزیدنت اشرف غنی اعلام کرد که نایب او امرالله صالح را باعث قائم مقام اعتراف می کند. در پایان سال 2022 وزیر خارجه طالبان اکبر را از مقام سفیر در دوشنبه برکنار کرد، به جای او یک نفر خود را تعیین کردند، ولی اکبر گفت قرار برکناریش را نمیپذیرد چون که سفارت افغانستان در دوشنبه رژیم طالبان را به رسمیت نمیشناسد و به امرهای این رژیم عمل نمی کند. ایشان سید مطهر اسامالدین زاده سرخطیب سابق مسجد مرکزی نویه دنقره امام خطیب مسجد نو مرکزی دوشنبه تعیین شده است. اسامالدین زاده که 58 سال و فرزند دارد ختم کرده رشته زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. به گفته خودش تحصیلات رسمی دینی ندارد ولی در شورای علما گفتند که ایشان نفر دانشمند، تقوادار و دارای آداب بلند اسلامی است. این مسجد که بر پایه بیش از $100 میلیون سرمایه‌گذاری دولتی قطر ساخته شد با توان گنجایشش 133,000 نمازگزار در یک وقت کلانترین مسجد نه فقط تاجیکستان بلکه تمام آسیای مرکزی به شمار می رود. مسجد نو تازه روز 8 میون سال 2023 با اشتراک امیر قطر و پرزیدنت تاجیکستان گشوده شد ولی روز 9 ایون در اینجا نماز جمعه برگزار نشد. مسئولین گفتند که نخستین نماز جمعه در مسجد نو روز جمعه آینده 16 ایون دایر می شود ولی این مسجد برای ادای دیگر نمازهای 5 وقته باز می باشد. با این حال مقامات از تعیین امام خطیب به مسجد نو خبر دادند. از کمیته دین بعضی پلیس خبر دادند که سید مطهر اسامالدین زاده سابق سرخطیب مسجد جامع نویه دنقره چند پیشتر در موافقه با کمیته دین و با قرار هیئت خطیبان امام خطیب کلانترین مسجد تاجیکستان تعیین گردیده است. ایشان سید مطهر اسامالدین زاده از روی دانش، تقوا و کمال آداب و اخلاقش با قرار هیئت خطیبان در موافقه با کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم سرخطیب مسجد جامع نو دوشنبه تعیین گردیده است. گفتند در کمیته دین سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یا سابق مفتیات بعض پلیس نیز این تعیینات را تصدیق کرده گفته است که ایشان سید مطهر اسامالدین زاده سالها امام خطیب مسجد جامع مرکزی نویه دنقره بوده و از جانب شورای علمای تاجیکستان به این وظیفه تعیین گردید. مفتی در خصوص تحصیلات دینی امام خطیب کلانترین مسجد تاجیکستان مشخصا چیزی نگفته است ولی تاکید کرده است که ایشان سید مطهر اسامالدین زاده دانش خوب دینی و استعداد سخنوری دارند. و اما خود امام نفتعین سید مطهر اسامالدین زاده در صحبت به سامانه اویلا گفته است که او علاقه 3 سال باز سرخطیب پایتخت است. به گفته اسامالدین زاده او سال 1965 در نویه دنقره به دنیا آمده، صاحب یک فرزند است و هنوز 5 ینور سال 2020 با پیشنهاد پرزیدنت کشور و قرار هیئت امام خطیبان در موافقه با کمیته دین سرخطیب مسجد نو شهر دوشنبه تعیین شده بود. سید مطهر اسامالدین زاده در این مصاحبه اعتراف کرده است که
معلومات دینی ندارد. من ختم کرده فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. از سال 2014 تا 2020 باعث امام خطیب مسجد جامع مرکز نویه دنغره و کارمند کمیته دین تنظیم عنعنه و مراسم ها در این نویه فعالیت داشتم. تحصیلات دینی ندارم. سال 1965 در این نویه تولد شده. صاحب 7 فرزندم، گفته است او به اویله. در شورای علما به اویله در مورد شخص اسامی زاده گفتند که ایشان نفر دانشمند، تقوادار و دارای آداب بلند اسلامی است. مسجد جامع مرکزی دوشنبه که روز 8 میون باز شد به نام اساسگزار مذهب حنفیه امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت گذاشته شد. مسجد در میدان 12 هکتار بنیاد شده. تاوان گنجایشش 133,000 نمازگزار در یک وقت دارد که از این شمار 43,000 نمازگزار می توانند در داخل بنای مسجد جا بگیرند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. رسانه‌های محلی شهر سنت پترزبورگ روسیه خبر دادند که شب 11 ایون سال 2023 در یکی از سوپرمارکت‌ها در نویه کلینین این شهر یکی از خریداران به جای ایسابی کردن تفنگچه را بیرون کشیده کسی را پرانده است. متاسفانه هم تیرانداز و هم جبری دیده هر دو از تاجیکستان بودند. بنا به اطلاع نشریه فنتان که درباره این حمله مسلحانه به سوپرمارکت واقع در کوچه بریانتسف 11 شب 11 ایون تقریبا ساعت 21 به پلیس و یاری تاجیلی خبر دادند. در سراغه بریانتسف 11 سوپرمارکت شبکه سمیشگوف جایگیر شده. خود این کوچه در کناره‌های شمال شرقی پترزبورگ است. کارمندان پلیس در جای حادثه معاین کردند که در کاس شب 11 ایون شهروند 28 ساله تاجیکستان کار میکرد و او هدف حمله خریدار ناشناس قرار گرفته است. بنا به معلومات مقدماتی بین کسیر و یک خریدار هنگام حسابی کردن بحث برخاست است و خریدار به جای پول خریدش را دادن از جیبش تفنگچه را برآورده بر روی کسیر تیر خالی کرده است. جبر دیده را با زخم باز به بیمارستان فرستادند. بعد رسانیدن کمک لازم طبی طبیبان وضع او را معتدل ارزیابی کرده کسی را برای ادامه طبابت به خانه‌اش فرستادند. او طبابتش را در شرایط خانه یا امبولاتوری ادامه خواهد داد. به پلیس میسر شده است که الکی بعد 3 ساعت نفر گمانبر در حمله به کسیر سوپرمارکت را در همان کوچه بریانتسف دستگیر کنند. معلوم می شود که او 23 سال داشته، نیز زاده تاجیکستان یعنی هموطن کسیر بوده است، ولی به فرق از جبر دیده که تمام اسناد و بود و باش کاریش در روسیه قانونی بود، تیرانداز با قانونهای مهاجرت روسیه نیز مشکلی داشته است. او را به شعبه پلیس آورده در حال حاضر نسبت به وی با اتهام می دعو باشه پروتکل ترتیب دادند. در این زمان مسئله افتتاح پرونده جنایتی به ضد این جوان تاجیک نیز در دست بررسی قرار داشته است. در پلیس گفتند که در هر صورت در پی این حمله اخیرش این جوان تاجیک حداقل جریمه و از روسیه اخراج خواهد شد. شماری از مهاجران افغان در شهر شیراز به رسانه‌های فارسی زبان گفتند که از 10 ایون سال 2023 ماموران دولتی جمهوری اسلامی ایران مغازه‌های متعلق به مهاجران افغان و همچنین مغازه‌های ایرانی‌هایی که در آن مهاجران افغان همچون کارگر کرایه کار می‌کردند مهر زدند. در امری که از طرف اتاق اصناف مرکزی ولایت فارس صادر شده است و عکس آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شد آمده است که مغازه‌هایی که کارگران مهاجر دارند از تاریخ 15 خرداد برابر و 5 ایون به بعد با مجازات سنگین از جمله جریمه و مهر زدن روبرو خواهند شد. در این فرمان مشخص نشده است که چرا و در کدام اساس از کار و فعالیت مهاجران جلوگیری کرده شود. همچنین اشاره نشده است که تنها مهاجرانی که غیر قانونی و بی حجت هستند اجازه کار ندارند و یا همه مهاجران از کار در مغازه‌های خود و همچنین در مغازه‌های شهروندان ایران محروم کرده می‌شوند. یک مهاجر افغان به رسانه‌ها گفت که در استان فارس به مهاجران اصلا اجازه کار نمیدهند، حتی کسانی را که مدرک دارند بازداشت میکنند و برای چند روز به اردوگاه میبرند. مهاجر دیگری که به سبب‌های امنیتی نام خود را پنهان کرد
به خبرنگاران گفته است که با وجود آن که متولد ایران هستم و حدود 40 سال با ساکن این کشورم، از وضعیت پیش آمده نگران هستم تا شغل و درآمدم را از دست ندیم. در گزارش ویدیویی که رسانه‌های محلی از استان فارس نشر نمودند دیده می شود که یک گروه مسئولان حکومت مغازه‌هایی را که در آن مهاجران افغان به عنوان یاردمچی و فروشنده کار می‌کنند در آنها را محکم نموده مهر می‌زنند. در این گزارش مهدی دهقان خلیلی، منصبدار حکومت این ولایت ایران، علیه از مهر زدن 25 مغازه خبر داده تاکید نمود که این ممنوعیت شامل تمام مهاجران، چه مجاز یا اجازتنامه دار و چه غیر مجاز یا بی اجازتنامه می شود. در همین حال ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ضمن بازدید از محله شوش تهران گفته است که مهاجران افغان عامل ورود انواع امراض به ایران هستند. همچنین این منصبدار ایرانی مهاجران افغانی را سبب بالا رفتن نرخ اجاره منزل‌های استقامتی در این منطقه تهران دانسته است. بنا به باوری کارشناسان، با آنکه چندین ده ساله باز میلیون‌ها پناهجوی افغان در ایران حضور دارند، محدودیت‌ها برای آنها همواره وجود داشته روز به روز افزایش یافته ایستاده است. از یک طرف سیاست‌های مهاجر ستیزانه دولت و از طرف دیگر ناسازگاری‌های سیاسی بین ایران و رژیم‌های حاکم بر افغانستان زندگی به این هم تلخ مهاجران افغان را در ایران باز هم تلختر می کند. منع فعالیت مهاجران افغان در ایران زمان صورت می گیرد که اخیراً میان جمهوری اسلامی و حاکمان کنونی افغانستان از گروه تندرو طالبان بر سر تقسیم آبانبار هلمند تنش‌ها به میان آمده، به زدخوردهای مسلحانه در مرز پیچید و باعث کشته شدن چندین نفر از هر دو جانب شد. برخی از سیاستمداران ایرانی بر اینند که مقامات جمهوری اسلامی باید از مهاجران افغان همچون فشنگ برای فشار آوردن به گروه طالبان که اولو در افغانستان حکومت سیاسی را به دست آوردند استفاده برند. در همین حال وزارت مهاجرت طالبان روز 6 میلیون خبر داد که ایران در یک روز 1809 مهاجر افغانی را اخراج کرده است. خبرگزاری ایرنا، یک پایگاه خبری دولتی ایران، به نقل از فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی نوشته است که تنها در هفته اخیر 18943 مهاجر افغان از خاک ایران اجباراً اخراج کرده شدند. در تاجیکستان یک وقتا امیدواری وجود داشت که ایران باعث یک کشور همزبان و هم فرهنگ در بازار کوریش را برای مهاجران کوری از تاجیکستان می‌گشاید. سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان بعضی از تاجیکستانیان با آنکه با مردم ایران فرهنگ و زبان یکخیله دارند به جمهوری اسلامی ایران پناه برده بودند، ولی در ایران اکثریت آنها با دچار شدن به مشکلات مذهبی خود را بیگانه حس نموده دیگر کشورهای امن منطقه را اولاد دانسته ایران را ترک نمودند. با آنکه مردم ایران و تاجیکستان زبان و فرهنگ و رسم و رسومی به هم خیلی نزدیک دارند، مهاجران کوری از تاجیکستان برای مهاجرت کوری به ایران تقریبا سفر نمی کنند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 میلیون سال 2023 از بازداشت یک ساکن پایتخت تاجیکستان برای لطکوب بیرحمانه فرزند نابالغ برادرش خبر داد. مرکز مطبوعات ملیس دوشنبه می نویسد لطکوب و شکنجه و آزار و عقوبت نورسان عمل ناشایسته و غیر انسانی است که متاسفانه از جانب بعضی از کلانسالان روا دیده می شود. چون این مناسبت غیر انسانی در ضمیر نورسان خصومت و بدبینی و راه افتادگی را زمینه می‌گذارد. بنا به اطلاع ملیس پایتخت در نتیجه سنجش نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان ملیس شهروند علموف شیرین عربویچ سال تولدش 1981 استقامت کننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. خود دستگیر شده برای شهر ماجرا دسترس نیست، ولی به اطلاع مقامات ملیس ضمن سنجش معین کرده شد که صحنه 2 ایون سال جاری تخمین ساعت 18:00 شهروند علموف شیرین در محله سامان 2 نویه فردوسی پسر نابالغ برادر خود را مورد لطکوب قرار داده است. در گزارش علاوه تاکید شده است که پدر کودک لطکوب شده فعلا در خارج کشور قرار داشته. او از همسر خود جدا شده است و 2 فرزند نابالغش در تربیت والدین او و علموف شیرین
قرار دارند. نوار لطکوب کودک در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر گردیده مورد واکنش شدید شهروندان قرار گرفت. وابسته به حالت مذکور عین زمان شهروند علم و شیرین دستگیر شده با مقصد پاره معین نمودن سبب و عامل‌های مورد لطکوب قرار گرفتن کودک خردسال و آغاز نمودن پرونده جنایتی مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. درباره سبب چنین بیرحمانه لطکوب شدن جیانش از جانب علم و شیرین در گزارش نشر شده چیزی گفته نمی شود. به شیرین عرب بر اساس قسم دوم ماده 117 کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان برای عذاب و عقوبت نابالغی که در حالت عاجز قرار داشته از خود حمایت کردن نمیتواند همچون جزا 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 میلیون سال 2023 از بازداشت 2 راننده جوان برای به وجود آوردن حالت خطرناک و صدموی خبر داد. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت تاجیکستان در نتیجه سنجش نواری در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسای پایتخت 2 نفر راننده واسطه نقلیات تمغه والگا رقم‌های قید دولتیش 1000 LW01 شهروند نظرزاده عبدالخلیل طلبک سال تولدش 1990 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه فردوسی کوچه دریا آباد و راننده اتومبیل تمغه مرسدس رقم‌های قید دولتیش 0048 PA01 شهروند ستاروف محمد یوسف سید ابرارویچ سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه بازداشت کرده شدند. خود این 2 جوان برای شرح قضیه دسترس نیستند ولی به اطلاع میلیسیا ضمن سنجش معین کرده شد که نام بردگان اولهای ماه مارس سال جاری در کوچه جبو رسولوف شهر دوشنبه با مقصد معین نمودن برتری واسطه نقلیات خود بین همدیگر سبقت نموده حالت خطرناک و صدموی را به وجود آوردند. همزمان آنها این لحظه قانون شکنی خود را به نوار گرفته در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت راننده والگا و مرسدس از جانب کارمندان میلیسیا پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده هر دو را جریمه بستند. میلیسیا دوشنبه هشدار داده است که سبقت نادرست و با سرعت بلند راندن واسطه نقلیات از جانب بعضی از رانندگان در بیشتر موردها به حادثه‌های ناخوش راه نقلیاتی می‌انجامد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.